خودروکان به گیره شدن ای ست همه لباساش آتش کردم لباسا کوشا هم خودروکان آتش کردم به داخل همی بخوری خدا شاهد خودم آتش کردم میرم بشکه اوجوش ماشین وازو میگیریم بالا روش شو میاریم اینجا تا خانه میگذاریم سه تا کمپال میندازیم سه تا مواد طرف چهار تا مواد طرف پامور بام داخلی نکنه میگیری بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، باز هم در ولایت زیبای غور قریه شیخ‌ها هستیم. در منزل یک خانواده هستیم که وضعیت اقتصادی خیلی خرابی دارند. شما خودتان به داخل خانهشان البته با ما یک جای برین تصویر ببینین و وضعیت شاهد باشین. الله متعال بر هموطنان عزیز ما رحم کنه، ببینیم که از دست ما به شکل امرجنسی گونه چه کمک ساخته است. اجازه است؟ سلام. سلام. سلامت. ما خوب. اجازه نکنین گیره. نکنین گیره. نه. نکنین گیره. سلام خوشم. هرچه یادی داریه. مردم با وسیله دارم قوم خشتر. می‌دونید نه بسیاری بداغ می‌مونم که نچی. نکنین گریه. این فرزندانتان از چند نفر هستین شما؟ 8 8 سال. بله 8 امی خونکی مثال جای اتاقی که مرد میگفتن بشین ایمه 1000 طلب میکردن صاحب من شیشته این نبودی بیچارگی 70000 روپیه انت پول نه خدا شاهد من قرضدار مردم بودم 70000 شیشته به کرایه اتاق شیشته نتونستم ام تا جبر مجبوری بیامدم به جای بشیشتم که انا خودم میبینین جای میکنم تو جای در سرای ندارم. بله وضعیت خیلی خراب است. تا به ساعت 10 بجه امی خانواده می بسته بیام زیر کمپالن عادش خونوکی باز از گوشنگی هم ما بسیار بعضا مثال بعضا شدیم. همی میرم خودم به همی مالا به همی قیریانون گدای مینم دو تا طفل دارم که این یار تو با 10 میلیون بایی یعنی صبح میروانه گوشنشتیان چهار تا نون یا 5 تا نون میارن خودروکان میخوره باز بی چورش میرن ترشم توریک محل خیلی بازیام بگو من خودم میرم هم ارد جمع مینم هم ایزم جمع مینم. من 70000 قرض دارم بسیار به وضعیت حساب بگی خانه آخر که به وقت بیشیده که همین خودروکان به گیره شدن ای ست همه لباساش آتش کردم لباسا کوشا همین خودروکان آتش کردم به داخل همی بخوری خدا شاهد خودم آتش کردم یک جور کلام خودم آتش کردم خود یک جور کوش. دو تا بچه دو دخترک دارین؟ 2 تا دختر دارم یک خودروک دیدم 3 تا بچه. 3 تا بچه دارم 2 دختر دارم 2 تا هم خود مهمه اشته. خب خاله جان از شما میشه وضعیت اقتصادتان چطور است و آیا غذا چیزی دارین به خاطر هیچ چیزی نداریم برادرم تابیدم خدای پاک شریک سرم خودم مریضم که تا بگه مریضی نمیشه سرم گشته خدا تا بگه مریضم هیچ چیزی هم نداریم که دعوای کنیم. ما ندی وطن ما دارم جایی نه در وطن ما جای دارم خدا شاهد نه زمین دارم نه زبار دارم نه زندگی دارم هیچ چیز ندارم. ما اصلا ولایت قلعه بودیم بنج مدیر شدم بیام دیس قرضداری فرار کنم بنج مدام بیستم دیس قرضدارو نه ام یک دول دارم به جوانم دیگه هیچ زندگی ندارم که تو زندگی داشته باشم نه خدا شاهد نه زمین دارم نه زندگی دارم 70000 شبا که تنها میشین امرایتان چی میگین در خلوتی تنهایی؟ دما خدا رو داریم اول دوم ما واسطه نداریم دیگه شدم خدا میگم بریم ما مقداری واسکو. دیشب یادتان چی خوردین؟ دیشب هیچ چیزی 4 تا نون همی دانون بایی بیاردن یک پیاله آب جوش آب گوز ما همون گوشته وزم که به خدا بتاش مالی هم دوش نیارا گوش پیاله چای بکردم همون نفر یک نون هم خود چای بخوردم بسم الله الله اکبر دیگه هیچ چیزی نشون دادن داره خود چای نیاز بونم خدا هم نون بایی نون خدا بدن میکردم پای به طرف منم که کول دارم یک خیلیتی که دام بایی گفتن یک نفر میتیه اونم تو من باید رفتم اینجا میخونم باید سبق میخونن به ارغی سرم دختره تان هست؟ من به پیش مولویانی سبق میخونم انا ما کو اول وضعیت معامله قم اینجا نسویبو خدا بالکم همه طور بفهمیدی پرده ایمون طور بکنن دوی آخرم همیه ایمه زیفته دیگه میشود همی که دان دروازه آمدین که شروع کردین بسیار
گلونتان بغض گرفته دیگه فقط گریه شروع کردین معلومه که بسیار ناراحتی داشتین شما همین نمودین انا ما قدلم تانگ شد لولو همینجی با همین ولایت قردوسال میشه همینجی هم بفهمیدی این دفتری ما ارشی کاغذ نشین خدا راستی پول مردم میرم گم میزنم که بیت بنام خدا 50 روپیه میرم 30 روپیه میتونم مریضی میتیم با وادیش اون ماجین میگه برای کوکا زمان پیدا میشه زمان پر سال بدم تون پیدا نشد دیگه بخم پیدا نمیشه ما زمین داشتیم ما یادش داشتیم ام پس مرگ ما با من با بجیم این وطن ما زمین داشتیم تفلکاتون شوق چیز نمی باش بخاطر گرما خنک نمیخورن گریه نمیکنن شما چی کار میکنین باز هیچ کاری نه تا بزیر شال شتیم بس دکیلیایی که امسال بگرفتیم یک بشکه امی بشکه‌ای ما به شما بگفتم گونم یک بشکه امی امسال با شوید هم است با خانش بایلر داره امسال همو میرم بشکه اوجوش نماشیم وضو میگیریم بایلرش شو میاریم اینجا تا خانه میگذاریم سه تا کمپال میندازیم سه تا موز طرف 4 تا موز طرف پامور بام داخلی امازی بروی پتاق امی بشکه اوجوش است پامور بام برو دم موه تو کدام شب شده که گرسنه خوابیده باشین ما دیگه او گپاش کنه ولی همی گدایی گرده دیگه بعضی مسر میشه بعضی نشو ما گوشین خوب میشه خدا مشکلاتی نحل کن دوستا ما چیزی که به توانایی داریم به این خانواده بزرگوار به این پدر میتیم که تفلکاش انشالله یک چیز برشون شما حساب کنین که چند هزار است شما حساب کنین حساب میگم 1000 روپیه 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 یا 15000 به ما برسید به ما مردم مسکین فقیری بیچاره مظلومی که ولایت قرشتیم 15000 روپیه به ما برسید بخیر استفاده کنین ان شاء الله کوشش میکنیم در آینده خدا ولکم بروی خو با مردم سربلند تو داشته شما انجینر رو همه خیر ببینین زنده باشین دیگه ناراحت نباشین گریه نکنین ان شاء الله خیر باشین زنده باشین